السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیزان مهربان و گرانقدر، با عرض ادب و احترام خدمت یک و یک شما عزیزان، امید است که جور و صحتمند باشید و از گزند روزگار در امن الهی بوده باشید. الله را شکرگزار هستم که بازم برای من توفیق عنایت فرمود تا لحظات مهمان خانه های شما باشم. در برنامه امشب خواستم که راجع به یک مسئله بسیار مهمه که اسلام به او تاکید کرده است، مسئله صدقه دادن است و مسئله است که از یاد الله ما باید غافل نشویم و دنیا و مادیات و زن و فرزند و اموال و این مسائل اموال ما را از یاد الله متعال دور نکند. و میبینیم که الله متعال حضرت حق تعالی در کلام مجید خیش به طور واضح فرموده است که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. که در اینجا الله متعال به طور واضح میگه یا ایها الذین، ای کسانی که شما ایمان دارین، لا تلهیکم، شما را در غفلت نیندازد، اموالکم ولا اولادکم و اولادایتان عن ذکر الله، از چی در غفلت نندازد؟ امی چیزایی که دارین از ذکر الله شما را در غفلت نندازد. یعنی دنیا برای ما آنقدر مجلل نباشد و آنقدر دنیا برای ما با ارزش نباشد که ما از یاد الله متعال بدور باشیم. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، و هر کسی که این کار را بکند، یعنی در این غفلت و در این حالت بیاید، فاولئک هم الخاسرون، او از جمله زیانکاران می باشد. میبینیم که برای اهل ایمان گفت الله متعال که شما را فرزندتان، اولادتان، زنتان و کاربارتان، دنیایتان از یاد الله شما را دور نکند. ببینیم که چی مقدار و چی تعداد از ما و شما عزیزان از یاد الله به دور هستیم. در فکر آخرت کسی نیست، در فکر دین و قانون و شریعت و پیامبر الله و احکامش کسی نیست. به هر چیز ما وقت داریم، به هر چیز ما رسیده میتونیم، به دنیا رسیده میتونیم، 12 ساعت کار کرده میتونیم، 14 ساعت کار کرده میتونیم، ولی وقت نماز را نداریم. وقت نداریم که نماز ادا کنیم، وقت برای عبادت نداریم، وقت برای خود نداریم. حالتی است که انسان باور که بالای خود گریه میکنه. میبینیم که مردم در فکر دنیا هستند، هر روزی که تیر میشه مردم غرق دنیا میشوند و از یاد الله غافل میشوند. و این کسایی که چنین اعمال را انجام بدن و یا در چنین حالت بیفتن و یا خود را بیندازن، او از جمله کسانی هستند که زیانکاران هستند. ما باید به حال خود بیاییم عزیزان گرانقدر. و در آیه بعدیش الله متعال میفرماید و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. شما در اینجا باز الله متعال میفرماید و انفاق کنید اما چیزی را که ما برای شما دادیم پیش از این که برسد به یکی از شما مرگ. صدقاتتانه، زکاتتانه و امو حکم را که الله و رسولش برای شما بیان کرده امو را بدهین قبل از این که مرگ برتان برسد. ایتو نشود که ما جمع کنیم پول در بالش بگذاریم، در تاخانه بگذاریم، در تاکاوی بگذاریم، در جای دیگه بگذاریم، در بانک بگذاریم، باز مرگ میایه و یک مصیبتی میایه، باز ما وقت فرصت دادن امو صدقه را پیدا نمی کنیم. آی به حال کسانی که تمام عمر جمع کردن و در از او استفاده هم نکردن و بر کسی دیگه هم کمک نکردن، مرگشان فرا رسید، پول و دارایی و کل چیزشان مان و خودشان از این دنیا رفتن. در اینجا میگه وانفقوا، انفاق کنید در راه الله متعال قبل از اینکه مرگ بر شما برسد. فیقول، پس بگوید رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پس میگوید پروردگارا چرا مرا مهلت ندادی به من تا مدت کوتاه، فاصدق و کن من الصالحین، که صدقه میدادم
و میشنم از نیکان. شما ببینید که بازو میگه کاش که بر من مهلت میدادی که من صدقه میدادم از نیکان میشتم. پیش از مرگ بازی گپا میزنن. در زمانی که تندرست است، چارایکلش درست است، عقلش کار میته، جوارش کار میته و امکانات را داره و انفاق در راه الله متعال نمیکنه، با فقیرها کمک نمیکنه، با دیگران کمک نمیکنه. باز وقتی که مرگ رسید باز میگه خدای بر من کاش که امکانات بده که دوباره ما برم همین کلش در راه تو صدقه میدادم. وقت است. باز الله متعال در جواب چی میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. و هرگز مهلت نمیدهد الله به کسی وقتی برسد وعدهش یا اجلش. والله خبیر بما تعملون. الله میداند که شما چی میکنید. خب ببینیم که در اینجا الله متعال به طور واضح میگه که ای ایمانداران، اموال و اولادتان، مجموعه دنیا، چیزی که دارین، شما را از یاد الله غافل نکند و غافل نسازد. چنان که شما در دنیا غرق شوین و در دینتان خلل پیدا شد و دین بالکل فراموش کنین. پس چنین کسانی از جمله کسانی هستند که ناکام هستند در دنیا و آخرت. و از میان طاعت به یکی طاعت مالی الله متعال ایجا دستور داده. اما طاعت و عبادات کسی که طاعت است که بدنی میشه و عبادت بدنی است که نماز است ما او انجام میتیم، و یکی روزه است، مثلا یکی صدقات است که هم عبادت است، زکات است از طرف الله متعال که رو با مال خود باید انجام دیم. بعض کسا را جانش بگی مالش نگی. الله اکبر. خدا از این حالت نجات بده. و از میان طاعت به یک طاعت مالی الله متعال دستور داده که فرد خاصی از مضمون عمل لا تلهیکم، یعنی از آنچه به شما داده ایم حقوق واجب را پیش از آن که مرگ به سراغ شما بیاید انفاق کنید. پس او با آرزو و حسرت بگوید، یعنی قبل از مرگ است، پروردگارا، یعنی قبل از مرگ است، پروردگارا چرا مدت کوتاهی به من مهلت ندادی تا صدقه میدادم و وارد گروه نیکوکاران میشدم. این تمنا تأثیر او از آن جهت واقع نمی شود که الله متعال هرگز پس از فردا رسیدن میاد، یعنی پس از فرا رسیدن میاد یعنی اجل، به هیچ کس مهلت نمیده. تو امکانات داشتی و الله متعال به تمام کردارتان آگاه است و الله متعال میفهمید شما چیزی را که میگین راست نمیگین. در دنیا زمانی که امکانات داشتی نکدی، تو را که تشویق میکرد کسی به صدقه و به خیرات یا بالایش نشخن میکدی، در هر جای پول داشتی مصرف میکدی، در عروسی، در غیر آن، در نمیفهم، در محافل، در خانه، در تزیینات، به هر چیز مصرف میکدی، ولی پول در راه الله متعال مصرف نمیکدی. آلتی که در وطن ما عزیزان گران قدر و مهربان بسیار آلت رقتبار است. ما بازم تکرار میکنم، میبینیم که در اوکراین تقریبا چند روز است که جنگ است، ولی مردم چی حال داره؟ در وطن ما زیادتر از 40 سال جنگ است، مردم ما در فقر و بدبختی و گرسنگی قرار داره، ولی ما افغانا واجبه خود باید ایره بدانیم که ما اولین کسانی باشیم که ما باید کمک بکنیم. میبینیم که تمام ملت‌های دیگر به خاطر نجات اوکراین دست به هم میتن، واحد میشون و مثل یک دیوار میشون و نمیگذارن که اقتصاد مملکت بپاشه، نمیگذارن که مردمش از گرسنگی بمیره. در وطن ما چی حال است؟ مسلمان ها به هم به جان هم افتیدن و یکی دیگه خود را میکوبن، به فکر نجات هموطن خیش نیستن، به فکر این نیستن که چطور کار بکنن که هموطنشان از این بدبختی نجات پیدا بکنن. و ما ملامت بالای دیگری میپرتیم. بیا این وقت امین است دوستان گران قدر، ماه مبارک رمضان است. کوشش کنین که صدقاتتان را، خیراتتان را، زکاتتان را، همه چیزتان را روان کنین به اون مملکت بیچاره، به اون مردم بیچاره. مردمان بعض وقتا ما در بسیاری محافلی که می رویم میبینیم که یک حالت جریان داره، چنان اسراف است، چنان پول را مصرف میکنن مردم که حد نداره. ولی اگر از پیش خواهش کنی بگی یک 10 یورو برای هموطن بیچاره روان که بازگو میگه من ندارم، به هر رای دیگه پیسه داره که مصرف کنه، در رای الله متعال نداره که پیسه نداره که مصرف کنه. و در اینجا الله متعال به طور واضح بر ما گفت که شما را دنیا غفلت نکنه، در غفلت شما را داخل نکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهیکم، که
این واضح است برای کسایی که مؤمن هستن که ایمان داره، و کسی که ایمان نداره چی حالتش چی خواد باشه. پس الله متعال ما و شما را از جمله عباداتی که و طاعاتی که فرض کرده برای ما شما در اینجا گفته که وانفقوا مما رزقناکم من قبل ایاتی احدکم الموت. مقصود از آمدن مرگ در این آیه مشاهده آثار مرگ است و منظور این که پیش از نمودار شدن آثار مرگ در حالت صحت و تندرستی و توانایی خود مال خود را در راه الله انفاق کنید که درجات آخرت را پیدا کنید. ما اگر ایمان داریم با آخرت، ما میتونیم که به نیم خرما ما بهشت کمایی کنیم، یک شکم یک گرسنه را سیراب بکنیم، برای یک یتیم بالای سر یک یتیم دست بکشیم، برای یک بیوزن کمک بکنیم و در حالت تندرستی باید می کارا را انجام بدیم. در غیر این صورت و پس از مرگ این اموال به درد شما نمیخوره. ما در بعض جنازه هایی که میریم میبینیم که در حالت قبر، در جایی که جنازه رو نو انداختن و مردم نماز جنازه خوانده میشه، راجع به میراث شکایت میزنن که میراث چطور شد و او شخص که فوت کرده از خود پول به جا گذاشت و در دنیا او را به مصرف نرساند، نه بالای خود نه بالای فامیل خیش و نه به فقیرها و بیچاره‌ها کمک کرد. این حالت است دوستان گران قدر و مهربان. ما من حیث مسلمان مسئولیت خود را داریم. نمیشه که ما در غفلت قرار داشته باشیم. نمیشه که ما در غفلت باشیم. چرا در غفلت ما قرار داشته باشیم؟ الله متعال رازق است. الله متعال ما را امتحان میکنه. این دنیا را بر ما داده، بر تو داده، بر دیگری داده، ولی این وسیله امتحان ما و شماست. و در اینجا میبینیم که میگوید که فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، که حضرت ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر این آیه میفرمایند کسی که بر ذمه او زکات واجب بود و آن را ادا نکرد و یا حج واجب بود و آن را به جا نیاورد، او به هنگام فرارسیدن مرگ از الله آرزو میکنه که به دنیا برگردد، یعنی پیش از مرگ به او مهلت داده شود تا صدقه بدهد و از فرایض سبکدوش شود و کم من الصالحین، یعنی در آن هنگام نیست چنین تمنا میکند که اگر قدر مهلت دست او برسد که از جمله صالحین شود، ولی وقت ناوقت می باشد. و در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که شخصی از رسول الله علیه السلام پرسید کدام صدقه بیشتر اجر و ثواب دارد؟ رسول اکرم علیه السلام فرمود صدقه در وقتی که مردم تندرست و سالم باشد و نسبت به ضروریات آینده خیش احساس خطر کند که نشاید یا با صرف مال محتاج گردم، و فرمود انفاق فی سبیل الله را تا آن زمان به تأخیر نیندازید که روح به القم برسه و سکرات موت برسه، این قدر به فلان کس بدهید و این قدر در فلان جا صرف کنید. میبینیم که رسول الله علیه السلام فرموده است که شما اگر امکانات دارین بگیرین کمک کنید، شما اگر میتونین به بیچاره ها، به مساکین، به رضیا کمک بکنین. ما خو مسلمان ها مردم هستیم که باید دست خیر داشته باشیم و ما دیگران را کمک بکنیم و ما باید زمینی کاروبار را برای دیگران ایجاد بکنیم. نترسیم از اینکه پول ما کم میشه. پول کم نمیشه. پس عزیزان گران قدر و مهربان، یک بار دیگر بالای شما ما صدا میکنم ماه مبارک رمضان است، ماه مغفرت است، ماهی است که الله متعال ما شما را از آتش دوزخ نجات میده، ماه بخشش است، ماه بخشش گناهان است، ماه داخل در جنت است. کوشش کنیم که ما کمک کنیم به بیچارگان، کسانی که چیز ندارن. شاید امی کمک، امی ناچیزی که ما میکنیم برای بیچارگان در آخرت سبب نجات ما از آتش دوزخ شود. عزیزان مهربان و گران قدر، شما میتونید که از طریق بنیاد خیری ما هم کمک کنید. ما لله الحمد شما قراره که کانال یوتیوب ما رو میبینید و نشریه های رو ما میبینید. در ولایات مختلف افغانستان فعالیت داریم و خاص به خاطر الله متعال کمک ها را
جمع نموده و در اونجا به هموطنان بی بضاعت خیش و بیچاره خیش می سپاریم و همچنان زمینه کاربار را مهیا میکنیم برای کسایی که کار نداشته باشند. کوشش میکنیم که یک تجارت، یک فارم مرغداری کوچک یا خیاطی یا یک کراچی را و یا یک دکان را برای یک بیچاره ایجاد کنیم و ضروریاتش بدهیم تا نفقه خود را خودش پیدا بکند. پس ما از شما خواهش میکنم که لطفاً قبل از ماه مبارک رمضان بیاین دست به هم بدهیم، هموطنان بیچاره خیش را کمک بکنیم. ما در خدمت شما حاضر هستیم. شما میتونید که از طریق بانک، از طریق تلفن، از طریق نقدی این کمکایتان برای ما بدهید. انشاءالله 100% کمکایتان برای دیگران میرسد. و اگر کسی کمک کرده نمیتواند، در توانش نیست، دعا بکنند که الله متعال این حالت را از مملکت ما به دور بگرداند و الله متعال ما و شما را عقل سلیم عطا بدارد تا مسئولیت خیش را در قبال مردم بیچاره و بی بضاعت خیش ادا نماییم. ما خواستم در این برنامه دو مطلب را خدمت شما ارائه بدارم. انشاءالله که الله متعال این را قبول بگرداند و الله متعال اعمال ما را صالح بگرداند و خاتمه ما را با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بگرداند انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.